شب‌های تهران. دوستان شنونده، نواری که گوش میکنید با همکاری دوستان و هنرمندانی که شما از صداشون سالهاست لذت میبرید و همچنین شاکر علی بابا در خلال برنامه علاوه بر معرفی دوستان و هنرمندم چند مطلب کوتاه تفریحی هم دارم تقدیمتون میکنم. امید است که این نوار ناقابل و همکاری دوستان عزیز هنرمند ما مورد توجه شما هنردوستان عزیز قرار بگیرد. بله، محفل که کاملا خودمونی همه میدونن. آقایان، به شوی شب‌های تهران خوش آمدید. ما برای شما خانم‌ها و آقایون عزیز برنامه‌ای تدارک دیدیم که 100% میپسندید و مورد توجهتون قرار میگیره و اون یک شوی استثنایی به صورت کاسته. این از هدیه ممتاز دیگر، هنرمندی فراموش نشدنی، هنرمند سالهای سال هنر ایران، هنرمندی که هممون میشناسیمش، با نامش آشنا داریم، با عنوان خالق ترانه‌های دسفولی نامی آشنا و جایی در بین هنر و هنرمندان برای خود باز کرد. خالق ترانه‌های دسفولی از دسفول، مانده. آقای مانده، با کمال صفا و صمیمیت به شوی شب‌های تهران خوش آمدید. خیلی خوش آمدید. آقای مانده، اگر شما اجازه بفرمایید یک مقدار برمیگردیم به عقب، به کاری که شما از ابتدا شروع کردین تا زمانی که الان نزدیک به چند ترانه خوندین؟ نزدیک به 200 تا خوندم. 200 تا خوندین. حالا بله، به افتخار شما دست بزنید. بله. زنده باشید. هنرمند رکورددار دسفولی. آقای مونده، شما همونطور که گفتم اولین ترانه‌ای که خوندین چی بود و انگیزش از کجا شروع شد و میدونین شعرش مال کی بوده، آهنگش مال کی بوده؟ آیا خودتون مثلا این شعر رو ساختین؟ چجوری بوده؟ خودتون با زبان و با اون لهجه قشنگ دسفولیتون برای ما توضیح بدید. اجازه بدید جناب آقای شهرام خان، من سلام عرض کنم خدمت همه دوستانی که اینجا نشستن و همچنین همشهریامون. این آهنگ سرپول دسفولی که ما الان تقدیم دوستان کنم و شنوندگان، تقریبا 16 سال پیش هر خواننده خاطره‌ای داره. بله، یه انگیزه‌ای که باعث میشه. من یه خاطره داشتم از سرپول دسفیل. خب یه چیزی در دلمون بود. از شاعری داریم به نام مصطفی فیلسوف در دسفیل، هم شاعر هم آهنگسازه. بله. ما هم می‌خواستیم که به قول خودمون آهنگ سازش دسفیلی گو. خب دسفولی گو. و این آهنگ قشنگ هم ساخت و خب ما خوندیمش، زمان صفحه بود، خیلی هم گرفت. جونو والا عاشق دل سوخته ویزم بید. خونم خراب بود. همون سوال من همون بود که انگیزه شما تا آقای مونده خود مثل که خجالت میکنه. نه، خجالتو بزنید کنار، بدون رو درواسی صحبت کنید. بله. اصلا وقتی ما اینو خوندیم خب صفحه شده و خیلی هم گرفت و بعدش هم خب دیگه خودتون میدونید. بله، دوستان دیگه مثل آقاسی اجرا کرد که همشهریمه، برای اونم گرفت. بله. حتی یه دفعه هم از زبان شیرازی هم فهمیدم خوندش. بله. خب خوشحالم که بین 16 سال بازم از نو این آهنگ کنه نبیسم. بله. و چون خب دیگه ما کارمون نکردیم به تهران، بازم برگشتیم دسفیل، هم آهنگ سرپول دسفیل رو باید اجرا کنیم. بله. برای که خب همشهریان هم نشستن، اگر هر آهنگی بخونم فایده نداره. و اگه زبون مادریش نخونم، جناب آقای محمد حسین کوری، بله،
آقای عباس نوروزی، عباس حیدری، حسن مهی از پسرهای خوب دسفیلن. به افتخار شده حسنی. بله بله. ما چاکر تمام بچهای خوب دسفول هستیم. سلام ما رو به بچهای خوب دسفول برسونین و بگین که ما خیلی دوستشون داریم و به وجود هنرمندی چون شما از دسفول هم افتخار میکنیم. مجدداً به افتخار آقای مانده دست بزنیم تا ترانه سر پل دسفیل رو برای ما بخونه.
دوستان عزیز، هنرمندان زیادی در محفل امروز ما تشریف دارند که من به نوبه خودشون ازشون خواهش خواهم کرد که اینجا تشریف میارن پشت میکروفون، چون نوار رو ما به طور زنده داریم ضبط میکنیم و من حد دارم که به این صورت نوار وقتی به دست شما برسه لذتش بیشتر خواهد بود و مثل بعضیا به صورت کنسرت قلابی و عرض کنم دروغین به خود شما داده نخواهد شد. کما که هنرمندان اینجا تشریف دارند و من به نوبه خودشون ازشون دعوت خواهم کرد. خب دوستان، این قسمت از برنامه رو اختصاص میدیم به آوای گرم و دوست داشتنی هنرمند که شما سالهاست با آهنگ‌های شاد و قشنگ و دوست داشتنیش رقصیدید و پایکوبی کردید. این شما و این هم خانم گیتا. خب گیتا جان، حالا قبل از اینکه از تو خواهش بکنم که بیای برای ما یه آهنگ قشنگ بخونی، بعد اسم مطلب کوتاهی بگم برای دوستانمون، بعدم بریم سراغ صدای گرم خانم گیتا. مطلب که تقدیمتون میکنم جریانش از این قرار است که آقای یه لنگی کفشش قهوه‌ای بود، یکیش مشکی. یکی رسید بهش گفت اینو حالا کوزه‌شو داده، اینم تو منزل دارم. بله خیلی متشکرم، مرسی. خب حالا گیتا جون بیا جلو ببینم عزیزم چی دوست داری بخونی برامون؟ قراره میخونم به نام یارم به من گفت. خب حتما یه چیز خوبی گفته، چون برای انبساط خاطر شما خیلی شعر قشنگی هم داره و من قبلا شنیدم لذت بردم. حالا این شما و این هم یارم به من گفت توسط خانم گیتا.
ماشاءالله داره ماشاءالله داره گوش میکنم اما فراموش میکنم باشه باشه گوش میکنم اما فراموش میکنم کاری کنم واسه ثواب نصیح بسوزه نه کباب کاری کنم واسه ثواب نصیح بسوزه. خب آقای علی بابا خسته نباشید، برنامه‌شون رو دیدید، بسیار عالی و قشنگ بود. خواهش میکنم مجدداً به افتخارشون دست بزنید. حالا وقتون رسیده که از آقای جهانگیر دعوت کنم به روی عرض کنم که صحنه بیاد یا پشت میکروفون بیاد، چون آقای جهانگیر هم تو که میدونی یکی از هنرمندان خیلی خیلی قدیمیه که سالهاست، واقعا خجالتی هم میشه گفت هست، چون آقای جهانگیر سالهاست که فوق العاده زحمت تو این کار کشیده، ولی اونطور که باید شاید تا به حال حقش رو ندادن، یا اینکه میشه گفت یا خودش کوتاهی کرده یا اینکه در هر صورت اونطور که باید شاید در مورد کارش تبلیغ به عمل نیاورده، ولی مغازه همینقدر که کیفیت کارش برای مردم جالب باشه کارش رو ارائه میده. حالا میخوام خواهش کنم که آقای جهانگیر تشریف بیارن. آقای جهانگیر بفرمایید. بله سلام قربونت برم. بابا خیلی خوش اومدید. خب دوستان آقای جهانگیر میخوام خواهش کنم که برای اینکه عزیزانی که این نوار رو گوش میکنن بیشتر در متن مطلب قرار بگیرن و بدونن که شما چند سال این کار به اصطلاح شروع شده و از کی گل کرده کاره؟ 13-14 ساله که برنامه داریم و خوندن من با یه آهنگ گل کرده به نام ترانه. میدونم میدونی آهنگ ترانه شنیدم. بله عشق من ماه من یادش بخیر. چه عالی بود. براو براو. بله عرض کنم که خب آهنگ زیاد خوندیم، چند تا تقریبا. خیلی متشکرم. تا اونجا که من میدونم عزیزانی که حالا امروز آهنگ شادی هست، بله. برنامه شاد و بچه‌ها دورم هستن، بله، به نام ریحانه که آهنگش بندریه و من شنیدم مثل روی دو بیتی ها تنظیمش خیلی قشنگ، یه آهنگ خیلی شاد قشنگی هم داره، ترانه بندری هم من خب خیلی متشکرم، مرسی. حالا جهانگیر جون میخونه، رفقا لطف میکنن کف میزنن و ما هم لذت میبریم. هر کی موافقه کف میزنه. فدای رنگ و بویت فدای مرمر زیر گلویت چه کنم باده ای ریحانه برو عشق مرا با مادرت بود چه کنم باده ای ریحانه چه فرداشو میایم گفتگویت چه کنم باده ای ریحانه آه تو بیا امشب ای ریحانه بیا امشب ای ریحانه عاشق است از جان نترسد چه کنم باده ای ریحانه چه مرد از خانده و زندان نترسد چه کنم باده ای ریحانه دل عاشق مثال گرگ گشنت چه کنم باده ای ریحانه چه گرگ از هی چوپان نترسد چه کنم باده ای ریحانه آه تو بیا امشب ای ریحانه تو بیا امشب ای ریحانه
کنم باده ای ریحانه فدای مرمر زیر گلویت چه کنم باده ای ریحانه برو عشق مرا با مادرت گفت چه کنم باده ای ریحانه که فردا شو میایم گفتگویت چه کنم باده ای ریحانه تو بیا امشب ای ریحانه تو بیا امشب ای ریحانه هر آن کس عاشق است از جان نترسد چه کنم باده ای ریحانه که مرد از خونده و زندان نترسد چه کنم باده ای ریحانه دل عاشق مثال گرگ گشنک چه کنم باده ای ریحانه چه گرگ از هی هی چوپان نترسد چه کنم باده ای ریحانه تو بیا امشب 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 ای ریحانه امشب ای ریحانه امشب ای ریحانه تو بیا امشب ای ریحانه تو بیا امشب خیلی ممنون متشکرم. خب عزیزان شنونده من شنیدید آهنگ قشنگی بود، ما هم لذت بردیم. خب حالا وقت آن رسیده که از یک خانم قشنگ، یک خانم هنرمند دعوت بکنم اینجا پشت میکروفون بیاد که این خانم، من فکر نمی کنم شما زیاد با چهره و نامشون آشنا باشید، ولی فعالیت هنری تقریبا میشه گفت سالهای زیادی نیست شروع کرده، ولی در ظرف این مدت میشه گفت یک شب 100 سال پیموده است. صداش خیلی قشنگه، آهنگای شادی اجرا کرده. حالا من ازش خواهش میکنم که تشریف بیارن. یه آهنگ خیلی قشنگی داره که اسمش فوق العاده به من چسبید. به به 14 ساله الهی. بله آهنگ 14 ساله رو میشنویم از خانوم گلی. خب ولی عزیزان من لطف کردن عرض کنم که محبت کردن، کف زدن برای ایشون، ولی خب رفقا دبه کردن میگن یه جوک باید بگیم بعد آواز خانم گوش کنیم. خب گلی جان موافقی؟ این مطلب رو با اجازه شما و با انتخاب خودم با لهجه شیرین اصفهانی میگم که شما همه دوست دارید، من مطمئنم. آقای اصفهانی از در یه مغازه شیرینی فروشی رد میشد، چشم شد بساط شیرینی فروشه. خب به قول معروف چشمم دید و دلم خواست، آقا عوض شیرینی کرد، منتها عین من آقای جهانگیر آسپاس بود. درست گفت الله میریم تو میخوریم هر چی شد شد. آقا را افتاد رفت تو مغازه و شیرینی رو خورد و به اصطلاح یه شکم از عزا در آورد، هرچی هم دوست داشت دستور داد آوردند و خورد. آمد پای صندوق پول بده، رفت سراغ صاحب مغازه، گفت حاجی سلام علیکم، قرص داره؟ صاحب مغازه با تعجب نگاه کرد، گفت شما؟ گفت حاجی مغازه تازه خرده. گفت نه. گفت تازه یه تغییر دکراسیون داده. گفت نه. گفت ببینم پسرت ازدواج کرده؟ گفت نه. گفت دخترت چطور؟ گفت نه. حتما بلیتت برنده شده. گفت نه. گفت پدر بیامون این شیرینی که از سادت ما خورده ای ما چی بود؟ و خیلی متشکرم، مرسی، خیلی ممنون، مرسی. خیلی متشکرم، مرسی، قربون شما برم. خب گلی جان قربون تو، مرسی، میبخشی وقتی تو گرفتم. حالا میخوام خواهش کنم ازت که خودت با صدای قشنگت آهنگ تو معرفی بکنی، برای من بگی. من چون قبلا گفتم که آهنگ 14 ساله رو میخواد بخونم. اسمش چی قشنگه، من که دهنم آب افتاد. وای به حال شنونده ها. منم برای شنونده ها آرزوی شادی میکنم. خیلی متشکرم، مرسی، خیلی ممنون.
میشناسه بچه هستی یا پیر، یهو میشه تو دست قلب دستیر. عاشقی زود برام، من گناهی ندارم، آره من 14 سالمه، آرزوهام یه عالمه. آخه من 14 سالمه، آرزوهام یه عالمه. عاشقی زود برام، من گناهی ندارم، کار دلمه. آره من 14 سالمه، آرزوهام یه عالمه. آخه میشناسه بچه هستی یا پیر، یهو میشه تو دست قلب دستیر. عاشقی زود برام